زمانی که انفجار صورت گرفت از طریق کال سنتر ما یک بخش کال سنتر داریم، کابل امبولانس، برای ما اطلاع حاصل نبودیم که انفجار عظیمی رخ داده در ساحه کمپ هزار بستر معتادین. ما حضور پیدا کردیم و در جستجوی ازی بودیم که زخمی ها را از هر طرف برای ما می آوردن و تمام پرسنل کابل امبولانس حضور یافته بودند. یعنی میجه دین شب دیگه تهران یک دوره اومد میجه در سر می کمپ امید زد. بعد از می بسیار حمله وحشتناک میجه قرار گرفت دیگه. بسیار با همدردای ما همیشه حدث دادیم. تقریبا از شب تا نمیال 100-200 نفر ما همیشه به دست خود جسدا را کشیدیم.